السلام علیکم محترم داملای عزیز حاجی مرزا. ما یک عائله از شهر کولاب دهه سر آسیاب به نام سعید جان نظرов از شما احترامانه خواهش داریم که با سوال ما با پررگی پاسخ دهید و در حق برادر نوجوان ما دعا کنید که دنیای آخرت را پدرود گفتند. خب دعا کنید که دنیای آخرتش روشن باشد. سوال: شخصی که قرآن را به استاد خواند ممکن است یا نه؟ ممکن نیست برادر عزیز. هر کسی که قرآن را به استاد میخواند او گناهگار میشود. حتی شخصی که اگر قرآن نادرست میخواند و ما گوشش میکنیم، گوش کننده همش گناهگار میشود. برادر عزیز و گرامی، قرآن این کلام الهی است، این معجزه الهی است. این کتاب‌های نوشته مخلوق نیست که یکی را اگر هرچند که غلط هم کنی گناهگار نشوی. نه، کلام الهی به استاد خواندن کلا ممنوع است برادر عزیز، تماما جایز نیست. وقتی داشتن او حتی به دست داشتنش به طهارت جایز نباشد، که بعضی‌ها بی پروا در جاهایی که کتاب فروشی است طهارت هم نداشته باشد میبردار که یک خدشه ببینیم. برادر، در همون دست دراز کردن در پشت قرآن ماندن تو گناهگار میشوی، به هر حرفش در تو لعنت میآید. برای همین شما تماما دستانه به سوی قرآن در حالتی که طهارت ندارین هیچ وقت دراز نکنید. حق قپیدن قرآن وقتی دارین که شما پای به طهارت باشید. زیرا خدا خود میگوید در قرآن، پروردگار میگوید دست درازی نکند قرآن را مگر شخصی که طهارت داشته باشد. کسی طهارت دارد دستش دراز کند قرآن را بردارد. و همچنان ورتل القرآن ترتیلا، خدا در قرآن را به ترتیل خوانید، قرآن را به تجوید خوانید. ببینید چقدر دگرگونی در داخل قرآن. وقتی انسان تجوید میداند بسیار قرآن لذت دیگر پیدا میکند، خوانشش به انسان تأثیر میکند. ولی بسیاری از انسان ها از برای همین یک ورق نویسنده اذیت کردن که دیگر خوشی همو را گذراندن در پیش یک کس ندارند. همو را خوانده است در معرکه ها، هم خودش گناهگار هم گوش کننده ها گناهگار. برای همین اگر برادر عزیز شما در کجای میبینید یک کس غلط میخواند، در بین مردم آزارش نتین، در خلوتی برده گویید که برادر عزیز غلط میخوانید، قرآن نادرست میخوانید. همین قرآنی که همین آیتی که اذیت کرده همین را رفته در پیش یک اهل علم بگذران. و الا اگر دویم بار در کجای خوانی در بین مردم، من خبر میتونم که تو نادرست میخوانی، گوش کننده ها گناهگار میشوند. زیرا پیامبر اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم یستطع فبلسانه و این لم یستطع فبقلبی و ذالک اضعف الایمان گفتند. اگر شما یک کار نادرست در اسلام دیدید به دستاتون تغییر دهید، و اگر به دستان تغییر دادن توانستین با زبانتان گویید. اگر به دستم نتوانستی به زبانتم گفتن نتوانستی، به دلتان همون شخص و همون کاری نادرسته که انجام میدهد همون بد ببینید. ولی این با دل بد دیدن نشانه ایمان ضعیف شماست. ما حق با دهان گفتن داریم، ولی ایذای مؤمن حرام میگوییم، یک بار او را در تنهایی میگوییم. اگر بینیم که نه سرکشی میکند، میبینیم که قبول ندارد، میبینیم پسند نمیکند، ما او را بعد دویم بار در بین مردم خبر میدیم که برادر عزیز و گرامی، همین ملا شدن میخوایی، در بین مردم آیت خواندن میخوایی،
پیش در آمدن نماز مردم هوس داری، میلش کش به حالت، ثواب دارد. ولی وقتی که تو قرآن درست خوانی، شرط همین قرآن درست کن، همین آیت هایی که در معرکه خوانده می شود همش حق تو خواندن بگیر. ولی وقتی تو درست خوانی، ما خودمان گناه خودمان کم است که هر یک آیتی که تو میخوانی در هر حرفش ما لعنت شنویم. ما خودمان آدمای گناهگار. بگذار تو اگر شیخی، صوفی، ایشانی کسی باشی نباشی، این قرآن است. برای این برادرای عزیز، شما حتمی چیزی که ولی بسیار شما که آیت‌های را در درون نماز میدانین، در درون نماز شما بعضی سوره ها را میخوانین، ولی همون سوره ها را شما از کتاب‌های کریلیکی از یاد کردین. اگر شما همونها را در پیش اهل علم نگذرانین، شما در نماز خواندگیتان پیشگاه خدا در جواب گناهگار میشید. جواب میگین. برای همین هر آیتی را که میدانین، چی در نماز میخوانین چی بیرون نماز، حتمی در پیش یک اهل علم و یک گذرانین، حتمی گذرانین. هم نمازاتون به شک و شبهه شود و هم کسایی که در اطراف شما اونا را گناهگار نکنید. بعضی ها دیگر همین آیت دیگر خواندن در غلط میخواند. ما کو چند جای این مسئله در روبرو شدیم، باز یک ترتیب آهنگ میدرارن که باور که حیرت در میمانی آهنگ از کجا آورده است. خلاص قرآن خوان باشین دادر عزیز، با قرآن بسیار وابستگی کلان داشته باشین. جای تأسف است که شما اولا خانتون در قرآن نداشته باشین. دویم جای تأسف همین است که شما در یک روز خدا حمق انصافتون گرفته باشد که یک ورق قرآن نخوانید. خانه‌ای است که قرآن ندارند، خانه‌ای هستند که 10 نفر از نعمت خدا در یک روز تا 4 بار 5 بار در دسترخوان میخوریم، ولی یک بار قرآن کشاده و کلام الهی را تلاوت نمیکنیم. این خیلی به انصافمون بسیار است. برای همین هر یک خانه امروز قرآن داشته باشد و در هر خانه قرآن خوان باشد. برای بالای سری کودکا در گهواره نگذارش، یا در بالای تار دروازه که بازیرش که گذاشتی تمام دیگه. قرآن برای بالای دروازه و بالای سر کودک نیست. قرآن برای تلاوت است، قرآن برای عمل کردن است. اگر امروز من گویم که حیفی همون جسد زیبایی که خدا به تو داده است و تو قرآن نمیخوانی، کم گفتم که اگر گویم حیفی تو باید به من گویی که 1000 تشکر و 1000 رحمت خدا به تو که این حیف در حق من کم است. این حیف در حق من کم است. بعد از این دم بیشتر بالای من باید تو درشت گویی، سخت گویی، تلخ گویی، تا که شاید که خدای مهربان برای من یک عقل خوب دهد و من مقصد قرآن خوان شوم. زنهاتون قرآن خوان کنید، دخترکات قرآن خوان کن، بچه‌کاتون قرآن خوان کنید. امروز بزرگا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جشن میگیریم، مولانا جلال الدین رومی را جشن، ابو عبدالله رودکی را جشن گرفتیم. برادرای عزیز، کنی از تا سن 10 سالگی میره تاریخ تماشا کنین، یا کیا بوده؟ آخرش تا 10 سالگی را همش حافظ قرآن بودن، همش حافظ قرآن. و شما حافظ قرآن هم نشده نکو، حداقل قرآن خوان شوید.